شما اصلا دلتنگ هم دیگه نشدین که مثال با هم حالا سرت بره بخوای بهش تکسی بدی یه پیام بدی بگی بیا ببینمت اینا؟ آره اول امیرعلی من دیوونه وار اصلا دوست دارم. اصلا نمیتونم تو اون 4 ماه فکر کنم مثلا یه دقیقه بهش فکر نکرده باشم. اصلا میشه؟ نمیشه. آخه من نمیدونم با 6 ماه رابطه‌ای که به قول خودت با این آدم داشتی، تو این 6 ماه رابطه انقدر احساسات یهو نمیدونم انقدر غلیظ بود احساسات. یه اتفاق افتاد دیگه. ببین تو مثلا یهویی آدمی اومد تو زندگی من، تمام فیوریت ها رو داشت، تمام اون چیزایی که من دوست داشتم رو داشت. بهترین ویژگیش چی بود؟ همه ویژگیایی که من خب بگو بهترینشو. همه ویژگی ها داشت، همه فیوریت های منو داره و داشته. خب بگو یعنی بهترینشو. از لحاظ زیبایی که برات نگم 100% کامل. لایف استایل خفنی داشت، دنبال یعنی هدف میذاشت تو زندگیش، هدف داره تو زندگیش، مثل دخترای دیگه نیست که مثلا فقط به فکر دور از جون. البته خیلی از دختر عزیز کشورمون اکثر دخترها مثلا این شکلی هم، ولی نه، اصلا هدف داره، لایف استایل خوبی داشت، نمیدونم هر چیزی که برای من دوست داشتنی بود و داشت. پس شما هر تو چیزی این که مثلا رویام بود که طرفم داشته باشه، کاپلم داشته باشه، اصلا داشت. خب الان هم داره به نظرت؟